با سلام خدمت دوستان عزیز. با معرفی یک محصول دیگه از محصولات پرفروش سایت الکترونیک 724 در خدمتتون هستیم. تو این ویدیو قصد داریم که یک ماژول بسیار کاربردی، بسیار پر استفاده، مخصوصا برای کسایی که برنامه‌نویسی روی میکروکنترلر، آردوینو و راسپبری پای انجام میدن که اکثرا از پورت USB استفاده میکنن و اون سمت دیگهش پورت UART لازم دارن. تبدیل USB به TTL یا USB به UART CH340 یکی از پر استفاده ترین ماژول های مبدل هست که توی بازار هست و سرعت بالایی داره، امکانات مناسبی داره، چراغ‌های TX، RX، همچنین سطح ولتاژ 5 ولت و 3.3 ولت همزمان با همدیگه قابل استفاده است که توسط این جامپر شما میتونین بگین که VCC خروجی 5 ولت باشه یا 3.3 ولت باشه. پایه‌های TX و RX و GND هم که مشخصه. به راحتی میتونین توی پروژه هاتون از این استفاده بکنین. برای مثال برای اتصال پورت سریال آردوینوتون به کامپیوتر از این ماژول خیلی راحت میتونین استفاده بکنین. و چون یک ماژول بسیار معروف و معتبر هست، درایور این مبدل توی سیستم عامل مختلف مخصوصا توی ویندوز حالا به صورت اتومات نصب هست و شما نیاز به نصب درایور CH340 روی سیستم ندارید. توی ویدیوهای بعدی با من همراه باشین که این ماژول رو توی پروژه های مختلف ازش استفاده بکنیم. البته ماژولای مبدل USB سریال دیگه هم داریم که به نوبه خودشون اونها را خدمت شما معرفی میکنیم. در پایان از این که با من همراه بودین تشکر میکنم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.